بدون تعارف امشب میزبان تازه عروس و دامادی شده که انتشار تصاویر ازدواج خاص اونها موجی از واکنش‌های مثبت رو در فضای مجازی به همراه داشته. سلام عرض میکنم خدمت شما. زحمت دادیم بهتون. خواهش میکنم، خوش آمدید. مرسی، زمان زحمت کشیدید تشریف زنده باشید. بریم یه تصویری ببینیم و برگردیم ابتدا. یه دست بزنیم به افتخار عروس داماد قشنگمون. دو تا عزیزمون با هم ازدواج کردن. بله. شما خواهر آقای دامادی. بله. خب بگید خانم چی شد این اتفاق رقم خورد؟ دیگه یکی از آرزوهای بزرگ امیر این بود که ازدواج کنه و پدرم هم که خیلی دوست داشت امیر آقا ازدواج کنه. تو آخرین لحظاتی که از دنیا رفت ما خواهرها بهش قول دادیم که امیر به آرزوش برسونیم. وقتی میرفتیم سر خاک پدرم همش گریه میکرد، میگفت آقا جون بر من زن نگرفت یا قشنگ میگفت. بعد دیگه ما تصمیم گرفتیم که بریم خواستگاری. دیگه رفتیم خواستگاری و شکل گرفت دیگه به این صورت. هر دو عزیز سندروم داون هستن. بله هر دو سندروم داون هستن. پس نسبت فامیلی نداشتن نه عروس اصلا. عروس خانم معرفی شدن به شما. بله عراقی هستن، ما هم که اصالت زنجان مقیم قم هستیم. بعد بچه‌ها قراره با هم زندگی کنن چجوریه؟ نه دیگه بچه‌ها انشالله با هم هستن ولی تحت حمایه مادرم، خونه مادرم زندگی میکنن. با مادرتون؟ بله ما هم که کنارشون هستیم. پس تنها نیستن؟ نه تنها نیستن. امید چقدر خوشحالی؟ قشنگ. فاطمه بهش میگه قشنگ حرف بزن. امید شما چقدر دوست داری خانومتون؟ امید زینب. امیر و زینب. دوستش داری؟ آره. شما خوبی عروس خانم؟ حالت خوبه؟ اول پرسم مهریه عروس خانم چند تاست؟ والا عروس خانم ما که مهریه‌اش هر چقدر باشه بازم کمی، ما دوست داریم دنیا رو براش مهریه کنیم، یعنی ارزشش برای ما فاطمه جان خیلی بالاه. بعد مهریه‌شون 14 تا سکه بهار آزادی به نیت 14 ماه. 14 سکه. بررسی‌های پزشکی انجام شد قبل این ازدواج، حالا اون بله. موارد مشاوره‌ای که باید انجام شه و اینها توضیح میدید راجبش؟ بله یه بحث بچه دار شدنشون بود که خیلی برامون مثلا مهم بود که ببینیم چیه. گفتن وقتی بررسی پزشکی انجام دادن گفتن که بچه‌ها یعنی اینکه اصلا امکان بچه دار شدنشون وجود نداره. و اینم دیگه خب برای ما دیگه این قضیه منتفی شد، یکم خیالمون از این جهت راحت شد که فقط مسئولیت خودشون دوتا مثلا بالاخره گردنمون هست. گریه نکن امیر آقا. آقا جون الان حالش خوبه، شما ازدواج کردی. خوشحال باش. بابا خوشحاله. یعنی هیچی از ما همدم میخوان. واقعا فقط همدم میخوان، هیچی نمیخوان اینا. و الان این همدم اومده، یعنی فاطمه و امیر الان حالا جلوی دوربین نمیتونن واقعا احساساتشون رو به شما بیان کنن، به مردم مثلا نشون خجالت میکشن. بعد بالاخره این جو تا حالا ندیده بودن، انقدر به آرامش رسیدن، انقدر تو خونه قشنگ با هم رفتار میکنن، انقدر به هم محبت میکنن. مثلا امیر میخواد نماز بخونه، فاطمه جانمازش رو پهن میکنه، دوباره میره براش جمع میکنه، مثلا حواسش هست. امیر مثلا این یه جاش بگه درد میکنم سری میاد میگه آبجی قرص بهش بده. امیر سر کار میره؟ بله امیر سر کار میره. بله. پس امیر درآمدم داره واسه خودش. امیر آقا سر کار میری پس؟ آره؟ بله. کار میکنی؟ سختی های خودش هم داره. بله دیگه. سختی های خودش داره، چون به هر بالاخره باید کنترل بشن دیگه. آره. مثلا از نظر اینکه الان ما بگیم اینا رو یه خونه بگیریم برن زندگی کنن، نه همچین چیزی نیست که چون الان مادرتون هستن، شما تو اون ساختمون هستین. بله دقیقاً. وگرنه نه به تنهایی نمیتونن زندگی کنن. عروس خانم از آقای داماد راضی؟ پسر خوبیه؟
فاطمه دوستش داری امیرو؟ بگو امیر چیه؟ امیر چیه توه؟ امیر قشنگ قشنگ منه. دوستش دارم دوتایی. خجالت میکشن. امیر جان خوبی داداش؟ قشنگ باش. ببین فاطمه چی؟ امیر گریه میگه که خوشحال باش. خوشحال باش دیگه. آقا من اومد تو بزن آو بزن. با مردم خداحافظی کن. آقا خداش. خداحافظ.